ترکیب اصلیش رو میخونم. آبلومورفیسم به فرانسوی به ترکیبی از بی‌تفاوتی و کندی، خمودگی و بیرمقی، خستگی بیمارگونه، خیال بافی غیرفعال، بی‌حسی، بی‌توجهی به زندگی، دوری از عشق و احساسات و پناه آوردن به خواب، سریال، فیلم، موسیقی، انیمه گفته می شود که خود را در هراس از کار کردن و اهمالکاری نشان می دهد. این افراد برای جلوگیری از آسیب به بدنشان ذهن خود را مشغول به افکار بی ربط و رویاهایشان می کنند. ریشه شناسی این واژه از روحیه آبلوموف شخصیت رمان ایوان گنجاروف گرفته شده است. این لفظ توسط گنجاروف اختراع شده و به افسانه بی‌تفاوتی از آبلوموف قهرمان رمان وی در سال 1859 که توسط ایوان گنجاروف منتشر شده اشاره دارد. این یکی از آخرین کلمات رمان است. وقتی از استولز دوست آبلوموف علت مرگ او را میپرسیم او پاسخ میدهد علت؟ چه علتی؟ آبلومووی است. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ریشه یابی و از این داستان و اگر دوست داشتید کتابش رو برای خودتون تهیه کنید.